اگر کندل 6 نزولی قوی بسته شه و کندل بعدی اینو تریگر کنه، میتونه روی تایم فریم بالاتر سیگنال یا ادامه روند رو نشون بده. 15 دقیقه رو ببینیم. همونطور که گفتم اسپایک و چنل، مخصوصا اینکه این کندل سقفش پایینتر از اینه و میتونه نشون دهنده توی کانال بودن مارکت رو نشون بده. یک دابل تاپ و مایکرو دابل تاپ، لو تو و کندل نزولی. ولی توی تایم فریم 5 دقیقه‌ای تریدینگ رنج بیشتر خودش نشون میده. میتونیم همون لوور های دابل تاپ یا لو تو بگیم، ولی اوورلپ کندل ها زیاده. برز دارن تلاش میکنن زیر کندل چهارم کلوز کنن و بریکش کنن. نتونستن بریک کنن. کندل یه ذره شادو داره، به محض اینکه کلوز شد بیشتر بایر بود، اوپن بالاتر بود، ولی همچنان میتونه که بالاتر بره. کندل هفتم باز یهو در حد صدام ثانیه انقدر سایزش بزرگ شد و به شده تبدیل شد. همونطور که گفتم 60% احتمال داشت که اینجا لگ دوم داشته باشه و این لگ دومه این دوتا کندله. یک وج شاید بتونیم در نظر بگیریم، ولی هنوز این لگ قویه. بریکت پول بک، ولی سیگنال بار خوب نبود. سیگنال بار خوب اینجاست، ولی دیگه احتمالش خیلی کمتر میشه. ما الان 20 پوینت رنج امروز داشتیم توی 7 کندل. اگر رنج روز کمی باشه زیاد منطقی نیست اینجا سل گرفتن. مارکت اون ادامه روند رو روی 15 دقیقه‌ای تایید کرده، چون 3 تا کندل نزولی داریم میتونیم بریک اوت در نظرش بگیریم. ساعتی هنوز مونده و به تای تریدینگ رنج چند روز قبل برگشته، ولی خیلی قوی نیستن برس انگار. اگر اینو لگ 1 در نظر بگیریم شاید امروز لگ 2 اون. آره لگ 2 دقیقا افتاده روی این شادو و اگر از امروز در نظر بگیریم هنوز میتونه که بیشتر بره. اگر کندل سودی بسته شه میشه های 2 های 1 بالای این کندل های 2 و یه جور وج هم میشه در نظر گرفت، یا با کندل اول یا با کندل دوم و شادوی کندل چهارم و هفتم. ولی یه ذره تایته این لگ ها و دقیقا زیر ایمه. کندل 5 و 6 دوتا کندل پشت سر هم 6 قوی، شاید یه لگ دیگه بخوان داشته باشن. کندل 7 باید خیلی قوی باشه که بخواد به عنوان فیل بریک اوت حساب بشه. فکر میکنم نکته منفیش ریسک به ریواردش باشه، چون شادو کندل خیلی بزرگه و بادی خیلی کوچیکی داره تا الان. بهترین حالت باش سوینگ کردن برای اسکلپ احتمالش بالا نیست. اگر اینطوری در نظر بگیریم ریوارد دوش میشه اینجا. برز بعد فالو ترو داشتن و ما از شادوهای زیاد و اوورلپی که دارن کندل ها میتونیم ببینیم که هرچند این یک لگ نزولیه، لگ توی تریدینگ رنج احتمال. فعلا استاپ اوردر مارکت نیست و بیشتر لیمیت اوردره، یعنی بایر زیر کندل ها دارن پول در میارن و سلرز دارن روی EMA و کلوز کندل های سعودی پول در میارن. احتمالاً بایری که اینجا زیر این کندل بای گرفتن بتونن پول در بیارن.
انقدر پایین نرفته که بخوان حجم اضافه کنن. با کلوز کندل هفتم فقط 50% احتمال داره که سقف یا کف روز مشخص شده باشه. اگر این کندل که تریگر بشه احتمالا یک سری بایرز وجود داشته باشه و اون بایرزی که اینجا با لیمیت وارد شدن میتونن پول در بیارن، ولی هنوز تریگر نشده و شاید لگ دوم این چند تا کندل رو تشکیل بدن. یک مگنتی هم این پایین تر داریم کف چند روز قبل و شاید مارکت بخواد به اینجا برسه. اگر بخوایم به عنوان مارکت سایکل بهش نگاه کنیم، دو کندل میتونه اسپایک باشه و اینجا شروع چنل و چنل تایته چون پولبک ها خیلی ریزن و حتی اینجا پولبک نداشته تا الان و زیادم عمیق نیستن، ولی چون تریدینگ رنج پرایس اکشن داریم ممکنه یک لگ توی تریدینگ رنج باشه با اینکه بخواد پایین تر بیاد، ولی یک لگ سعودی شاید وجود داشته باشه، مگر اینکه برز همینطوری ادامه بدن به پایین رفتن با وجود این کندلای سعودی. این کندلای سعودی رو ما نباید فراموش کنیم. این کندل بزرگی روی سقفش تقریبا کلوز شده و اینها برای به عنوان قدرت خرید برای ریورسال بعداً به درد میخورن و چون این قدرت جمع شونده است و قدرتشون کم کم جمع میشه. دوتا کندل سعودی با بادی سعودی میتونه ماکرو دابل بارم باشه و الان بای روی هر دوتا کندل تریگر شد و خیلی از بایرز دیدن که برز نتونستن روند رو ادامه بدن، برای همین بای گرفتن. میتونه یک دابل تاپ با این سقف باشه ولی فاصلش با EMA خیلی کمه، برای همین بیشتر شاید لازم داشته باشن که بریک کنن یا بریک اوت لازم دارن چون هنوز کانتکست یه ذره ضعیفه. اما میتونیم بگیم احتمال داره که این کف روز باشه. من دوست دارم ببینم تو تایم فریم پایین تر این وجه چطوره. بله، یک پوش، تو پوش، تری پوش و احتمالا اگر این نزولی باشه میتونه دو لگ سایدویز تو آپش رو انجام داده باشه چون هدف بعد از سویچ دو لگه و لگ 1 لگ 2، ولی چون ستاپ نسبتا خوبیه میتونه که کف روز باشه یا حداقل بیشتر به سمت بالا بره. همونطور که گفتم به من بایرزی که اینجاها بای گرفتن تونستن 5 پوینت اسکلپشون رو بگیرن، برای همین این کندل داره شکلش اینطوری میشه. توی 15 دقیقه دی میتونیم وجو اینطوری بگیریم یا از اینجا 1 2 3 اینجا یک وج و میتونیم کامپلکس بارم رو اینطوری هم در نظر بگیریم که اسپایکن چنل وجش فیل شده و یک های تو هم تشکیل شده، یک بارم و بارم دوم میشه کامپلکس بارم و احتمال خیلی بیشتر خواهد بود چون دو تا الگو داریم. اگر بالای این بای گرفتن رو 50% در نظر بگیریم تا اینجاها باید برای سوینگ نگه داریم، چون نمیگم 40% چون کامپلکس بارم احتمالش از 40 ذره بهتره، حتی تا موقع های 60% هست، ولی اینجا چون سیگنال بارا بدن و یه ذره لگ تایته احتمال یه ذره کمتر میشه. دو تا رزیستنس جلوی روی بایرز هست، یکی ایمه ساعتی و یکی ایمه 25 دقیقه‌ای، برای همین به تلاش بیشتری لازم دارن. کف گلوبکس هم هست و عدد رونده 7800، برای همین دارن تلاش میکنن که بریک کنن. توی گلوبکس این وجه اینطوری دیده میشه،
شاید یک لگ دیگه داشته باشن به عنوان مایکرو دابل بارام یا دابل بارام و بعد بتونن عوض کنن، ولی چون اینجا دو تا کندل سعودی داریم شاید کافی باشه. بایرز دارن کندلای پشت سر همی بیشتری میبندن. تا الان 3 تا، اول 2 تا بود الان 3 تا، و این بیشتر شدن قدرت خرید بایرز رو نشون میده. و این 3 تا کندل تقریبا بالای وسطشون کلوز کردن. اینجا یکی نزدیک سقفش کلوز شد. این اگه یه ذره بهتر کلوز میکرد خیلی بهتر میبود، ولی باز بد نیست. اگر بخوایم ببینیم آلویز شورت یا آلویز لانگ، به نظرم احتمالاً یه ذره بیشتر اینه که آلویز شورت بشه، چون زیر دوتا EMA و اینجا آلویز شورت شد و اینجا نتونستن هنوز آلویزین رو عوض کنن. یه کندل دیگه لازم دارن حداقل سعودی قوی. کندل 9 چون 3 تا کندل سعودی داریم شاید بیشتر زیرش بایرز باشه، مخصوصا که تریدینگ رنج پرایس اکشن زیاده. یعنی اینطوری بخوایم ببینیم میتونه تارگت کف گلوبکس باشه. حالا من اینو اینجا نگه میدارم ببینیم به اون هدفشون میرسن یا نه، چون برز ضعیف هستن. شادو زیر کندل ها خیلی زیاده. نکته منفی برای بایرزی که اینجا میخوان لیمیت بگیرن اینه که مارکت توی کانال نزولی و زیر EMA، برای همین مخصوصا که پول بک ها اونقدر دیپ نیستن. سایز کندل ها باز داره کوچیک‌تر میشه و الان چند کندل اخیر رو دادن 4.5 تا 5 پوینت بودن. اینجا داره مینویسه 5.75 و نشون میده که کوچیک‌تر شده. های لور های، های لو، لور های، لور لو، لور های، و بایرز لازم دارن که هایر رو تشکیل بدن، مخصوصا سیگنال دوم میشه. کندل 10 کلوز بدیه برای برز. الان ثانیه آخر ذره بهتر شد و احتمالاً بیشتر بایرز باشه این تو این ناحیه، چون بعد از یک لگ نزولی میشه لووان و لووان بعد از 3 تا کندل سعودی مخصوصا احتمالاً توی کف تریدینگ رنج و این هم سیگنال خیلی خوبی نداره، شدایش بزرگه نسبتا. اگر اینو بای بگیریم یا زیر این رو بای بگیریم 5 پوینت میشه اینجا و شاید خوب باشه. احتمالاً اینجاها بیشتر بایرز باشه، حتی اگر بخواد زیر این کندل بره هم بیشتر احتمالاً بایرز باشه، چون اگر روند انقدر قوی بود نباید اجازه میدادن کندلای سعودی پشت سر هم با تشکیل بشه و هنوز هیچ گپی هم ندارن برز. برای برز سمال پول بک هست، ولی سمال پول بکی که هیچ گپی نداره و مخصوصا اینکه کندلای سعودی داره اونقدر قوی نیست هنوز. میتونیم برای برز لوئر های دابل تاپ ببینیم. یک تاپش اینجاست، تاپ دوم اینجا و سیگنال بار نزولی و بریک این کف و میجر موف، ولی بعد قوی ظاهر بشن. کندل خیلی داره همینجوری میچرخه و نتونستن سایزش رو باز بیشتر کنن، ولی کلوزش مهمه. کندل سایزش بزرگتر شد تو ثانیه قبل، ولی باز دوباره به شادو تبدیل شد و احتمالا اونایی که اینجا بای گرفتن و اینجا شاید اگر اضافه کردن بتونن پول در بیارن، مخصوصا که شادو خیلی زیاده اینجا و مارکت با این که آلویز این شورته اونقدر مطمئن نیست از روند خودش. بایرز برای سوینگ سعودی به سیگنال دوم لازم دارن. اگر این کندل سعودی باشه میتونن کارو بکنن.
یا اینکه پایینتر بیاد و یه دابل بارم بهتری شکل بدن، چون تمام کندلا الان زیر مووینگ اوریجه و حتی یک کلوزی هم بالا مووینگ اوریج نذاشتیم و حواسمون باشه اینکه تایت چنله و اسمال پول ها خیلی کوچیکن. یه نکته منفی دیگه برای بایرز اینه که به محض اینکه این کلوز شد کلوزش رو ست گرفتن و این سیگنال بار تریگر نشده و همچنان این ادامه رونده رو داریم. کندل 12 کندل ساعتی کلوز میشه و ساعتی هم مهمه که چطور میخواد کلوز شه. اگر اینطوری نزولی قوی باشه میتونه بریک اوت ایمیل بشه و بعد از این دابل تاپ باشه، یعنی اینطوری که یک دابل بارم تشکیل شده ولی دابل بارم داره شکست میخوره با این کندل و احتمالا اندازه میجر موو این دابل بارم بخواد بره، مخصوصا که اینجاها قدرت برز داره بیشتر میشه با اینکه شادو دارن همینطوری دارن کم کم پیش میرن به سمت پایین. تو ثانیه‌های آخر دارن شکل کندل عوض میکنن، تا همین چند ثانیه قبل یک کندل نزولی بود الان کاملا سعودیه. کلوز کندل مهمه چون ساعتی هم کلوز کندل ساعتی هم نشون میده. اگر بایرز اینجا اضافه کردن میتونن اینجا با سود خارج شن. این سیگنال به عنوان سیگنال دوم سیگنال خوبیه و میتونه مارکت سوینگ خوبی تشکیل بده. نکته منفیش اینه که ما توی یک تایت چنلیم با زیر EMA، ولی چون سیگنال بار سعودی خوبی داشته مارکت میتونه این شروع روند سعودی باشه. میتونیم همینجا وارد بشیم یا اینکه صبر کنیم کندلای سعودی تشکیل بده. این هم بعد بسته شد و میتونن الان این بای سیگنال رو تریگر کنن. نزدک یک وجی داره، وج خوبیه و میتونه این سیگنال اون وج باشه و بیشتر بالاش بایرز باشه. هنوز احتمال 40-50 و هنوز 60% نشده. اگر یک کندل سعودی قوی دیگه بسته شه میتونه که احتمال به سمت بایرز عوض شه. نکته منفی دیگه این که یک آوتساید بار زیر EMA و ریسک این ستاپ رو بیشتر میکنه. اگر برای کندل 12 بای بگیریم و استاپش پایین باشه TP 2 میشه اینجا که منطقیه مارکت روند سعودی ایجاد کنه، چون الان برز 2-3 بار تلاش کردن که زیر کف دیروز بریک کنن و نتونستن. و یه نکته دیگه این که شاید به خاطر تایت بودن این چنل بیشتر زیر دیروز بایرز باشه، مخصوصا بعد از این بریک اوت قبلی. دعوای زیادی است بین بایرز و برز. این شکل کندل داره سعودی نزولی تبدیل میشه و کلوزش مهمه. اگر نزولی کلوز شه میشه لو 2، ولی باز چون زیاد تایت تریدینگ رنج داشتیم بیشتر زیرش بایرز باشه، مخصوصا که اینجا کسایی که بای گرفتن تونستن پول در بیارن و احتمالا دفعه دوم هم راحت تر بتونن. اگر سعودی کلوز شه احتمالا بای خوبی باشه بالای کندل دوم. خیلی خوب، این ویدیو رو قطع میکنم.